شما برنامه خبری رادیوی آزادی تماشا دارید. در اینترنت فروشگاه مشهور آمازون چندین لباس‌های مردانه و زنانه با رنگ و نقش پرچم ملی تاجیکستان به فروش برآمده است. در این فروشگاه همچنان ده‌ها اشیاء دیگر رو به مثل چوینک، روی پوش تلفن و مثل این را خریداری کردن ممکن است که در آن پرچم ملی تاجیکستان تجسم یافته است. همکارم عبدالله شوروف در فروشگاه آمازون کندوکاوی انجام داد و حالا با ما در استودیو است و آماده صحبت. سلام عبدالله. خب نخست بگو که نرخ شورتی های زنانه و مردانه با متای پرچم تاجیکستان در آمازون چند قدر نرخ دارد؟ سلام شهلا. اگر نرخش را بگویم شاید چندان خوشت نآید چون گران است. شورتی های مردانه برای مثال $34 و زنانه وابسته به اندازش از 21 تا 23 دلار نرخ دارد. در فروشگاه آمازون همچنان نیم تنه، پیراهن و شلوار مردانه و زنانه را خریداری کردن ممکن است که همگی عین متای پرچم تاجیکستان را دارند، یعنی با رنگ سرخ و سفید و سبز و 7 تاج. خب برای من و شاید برای اکثریت بینندگان ما عبدالله عجیب باشد که این اشیاء چگونه نخست به آمازون راه یافتند، کی آن را استحصال میکند و به فروش میبرد؟ شهلا، اسمی اکثریت فروشنده های این لباس ها چینایی ها هستند. برای مثال شورتی های زنانه را فروشنده با نام شیفو با فروش برآورده است و در شرح آن هم نوشته است که شورتی برای زادگان تاجیکستان تحفه خوبی بوده میتواند و برای مشق بدن و یا مشغول شدن به یوگا خیلی مناسب است. با عکس پرچم تاجیکستان ده ها اشیا را در آمازون پیدا کردن ممکن است، از جمله پیشبندکی سگ. پیشبندکی سگ؟ بله. خب باید دختن لباس و یا طور خودت گفتی پیشبندکی سگ با عکس پرچم ملی تحقیر پرچم نیست مگر و قانون‌های تاجیکستان در این بابت چی میگویند؟ شالا با عین چنین سوال من به حقوقشناسان و وکیلان پارلمان تاجیکستان مراجعت کردم. حقوقشناسان میگویند دختن لباس از متای پرچم واقعا یک نوع بی احترامی به آن حساب می شود و جزا هم دارد. از جمله عزیزمد خال محمدزاده حقوقشناس و وکیل پارلمان تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت دختن لباس از متای پرچم جایز نیست چون یک نوع بی احترامی بر رمز دولتی محسوب می رود. در تاجیکستان پرچم دولتی طبق قانون مقدسات دولت اعتراف شده است و به احترام ظاهر کردن در نسبت آن جزا دارد. یعنی قانون معین کرده است که تنها اداره های دولتی، وزارت و کمیته ها، مقامات شهرک و دهات می توانند پرچم دولتی را در بام اداره یا درآمدگاه آن نصب کنند. از شخصان رسمی تنها پرزیدنت، رئیسان دو پالاتای پارلمان و سفیران تاجیکستان در خارج حق دارند در ماشین های خدمتی پرچم دولتی تاجیکستان را نصب کنند. خب تشکر زیاد عبدالله برای صحبت.